سلام خدمت دوستان، امیدوارم که حالتون خوب و سلامت هستین. تحلیل نقره رو من نوامبر پارسال براتون قرار داده بودم. نوامبر پارسال 5 نوامبر 2024 نقره روی 20 خورده ای بود اگه اشتباه نکنم. مثلا نگاه کنیم 5 نوامبر 2024 رو چارتش اینجا نگاه میکنیم. براتون گفتم پتانسیل این که بخواد سقف ها رو بزنه، سقف هایی که 1980 2011 ایجاد کرده بود رو بزنه، تاچ کنه وجود داره و اینکه خب دقیقا این رو من بهتون گفته بودم و الان رسیدیم. دقیقا الان $42 و به $50 هم به احتمال خیلی زیاد میرسه به زودی و این در واقع سقف 2011 رو $50 و سقف حالا اون 1980ش 47 اینجور داستان ها هستش، نزدیک همه جفت همه تقریبا. و الان نقره $42 و نیم، 42 بالا نمیشه، 42 54 99 هستش. با ادامه روند سودی که طلا پیش گرفته، طلا داره میرسه به 1700 تا و چیزی دیگه نمونده به 3700 و حتی رسید به 3700. من مثلا یه لحظه حواسم نبود به حرکتی که امروز زد، امروز ندیدمش. به 3700 هم رسید طلا دوستان و طلا 3700 رو هم تاچ کرد. بذارید ما اینا رو بندازیم یک لحظه. من اصلا حواسم به حرکت امروزش نبود و حرکت فکر میکنم عصری هم باید رسیده باشه. بله همین کندل قبلی رسیده، چون میگم من چک داشتم میکردم، همین کندل قبلی رسیده به 3700 و تا چند رفته هایش؟ چند؟ 3703 $3703 طلا رسید. با ادامه روند سودی که طلا پیش گرفته، نقره خب اول از همه بحث $50 رو داره برای رسیدن و دوم حالا خطوط رو شما بخواید از روی مربع در بیارید و از روی مربع زمانی ما بخوایم تارگت گذاری بکنیم 66 71 77 و حالا شما این تیکه رو هم مد نظر داشته باشید 90 تا هستش. با ادامه روند سودی که طلا پیش گرفته شما میتونید اون اعداد رو هم ببینید. البته خطوط موربی هم این وسط وجود دارن که خب حالا روی $60 معمولا حالا این خطوط مورب قرار میگیرن. شما میتونید این رو ببینید. نکته وجود داره، دوستانی میپرسن که اگر روند طلا نزولی بشه و طلا بریزه، ما شنیدیم نقره قراره رو به بالا حرکت کنه، بره بالا ادامه بده و طلا میریزه و چجوریه داستانش چیه؟ من اینو پارسال خدمتتون گفتم. درست، اینو پارسال خدمتتون گفتم این که شما بیای بگی طلا بریزه نقره رشد بکنه مسخره ترین و در واقع این نشون میده یعنی شما هیچ گونه دیدگاهی از حالا مارکت و گذشته‌ش رو تحلیل نداری، صرفا رو هوا داری حرف میزنی. مسخره ترین حرفی که شما میتونی بزنی، بگی طلا نزولی کامل بشه نقره صعودی کامل. حالا درسته یه سری بازه‌ای هستن مثلا نقره میره بالا، مثلا طلا تو رنج یا رو تو نزول یا هر چی، یه سری بازهای کوتاه. ولی شما بگی فرض مثال طلا این فرمتی حرکت کنه، درست، مثلا میگم طلا کلا رو به پایین بشه چند سال، نقره رو به بالا و فرمت صعود و سقف بزنه و تارگت های بالاتر و غیره. شما میخواید همچین صحبتی رو برای به قول گفتن این نقره انجام بدی؟ خب از نظر من دوستان این نشون میده یعنی هیچ فرد اصلا به چارت طلا و نقره هم تو عمرش نگاه نکرده که بررسی بخواد انجام بده. اینو من اینجا براتون گذاشتم، تایمینگم الان آوردم باز دوباره بهتون نشون بدم. تو تایمینگ دوستان ما یه بخشی داریم تو پترنا اینتر مارکت آنالیز، درست؟ اینتر مارکت آنالیز شما میتونید دو تا دیتا رو با هم دیگه تطابق بدی، حالا درصد شباهت حرکتی و اینجور موارد رو ببینی، درصد حالا میتونید لگش رو الان لگ رو یک یعنی کندلا رو هم دیگه لگ رو تغییر بدی، یه سری حالا یه میزانی بخوای حالا پیش بینی بزنی، میتونی اینجور کارا رو انجام بدی. درست، میتونی اینجور کارا رو انجام بدی. حالا پایینی طلان بالای نقره، چارت نقره است، پایینی چارت طلان. من میخوام
شما یک بازه رو ما نشون بدین طی این دیتای بسیار بسیار عظیمی که ما اینجا داریم. دیتا دوستان دیتا 1 سال 2 سال 10 سال نیستش. شما دیتا رو داریم میبینی از سالی که گذاشتن دیگه ترید به قول گفتنی طلا و نقره و اینجور داستان ها در دست عموم مردم باشه. شما میتونی از همین بازه ها بررسیش بکنی، نگاه بکنی کی همچی اتفاقی افتاده، کی شده طلا ریزش بکنه نقره بره بالا. نشون بدید شما به ما یک بازه رو نشون بدید همچی فرمتی بوده و ادامه دار بوده و به قول گفتنی شما مثلا میتونی بگی همچین چیزی میتونه پیش بیاد که مثلا میگم آقا این طلا اینجوری داره میریزه، نقره در این بازه داشته میرفته بالا. مسخره ترین، بی اساس ترین، بدون پشتوانه ترین حرفی که شما میتونی بزنی که اصلا نشون میده یعنی شما اصلا درکی از مارکت و چارت نداری، گذشته ای رو بررسی نکردی. همین حرفه. بله بازه هایی بوده که برخلاف هم حرکت بکنن اما خیلی کوتاه، مثل اینجا. خب نقره یه مقدار صعود داشته، طلا نزول داشته، بعدش هم نقره ریخته، با مغز ریخته، جفتشون داشتن میریختن. درست، جفتشون بعدش ریختن. درست، بازه های کوتاهی وجود داشته، ما نمیگیم نداشته. درست، اما اول از همه که خیلی قدیمیه این موضوع، برای قبل از سال 2000، دوم از سال 2000 به بعد. درست، از سال 2000 به بعد شما همچین بازه‌هایی رو به سختی میتونی پیدا بکنی. شما بگی همچین فرمت هایی وجود داشته باشه دیگه، دارید میبینید دیگه، دارید شما میبینید طلا نقره، پایینی نقره قرمز طلا میبینی، شما داری فرمت رو میبینی. چیزیه که من دوستم آوردم بهتون نشون میدم. تازه خیلی از زمانها نقره نزولی بوده طلا صعودی، یعنی احتمال این خیلی بالاتر بوده تا احتمال این که شما بگی نقره بره بالا طلا فرمت فول نزول بگیره. بی اساس ترین حرف ممکنه دوستان. نشون میده طرف درکی از چارت، بررسی چارت، گذشته مارکت نداشته، نگاه هم نکرده. داستانیه که من گفتم اینجا بهتون نشون بدم. تارگت های نقره هم دوستان عزیز میپرسن، چون من رو طلا خب تارگت زدیم دیگه، تارگت ها رو گذاشتیم، دونه بدون خطوط هم مشخص کردیم. دوستان دارن دیگه، میتونن ببینن توی هر تحلیلی من با قول گفتن میذارم این خطوط رو قرار میدم. بهتون گفتم 3700 رو ما خط داشتیم، 3750 رو ما خط داریم که خط مهمه و حالا باز دور فردا اخبار نرخ بهره بیاد به احتمال خیلی زیاد کاهشی باشه، یه جامپ دیگه هم باز طلا میزنه، یه جامپ دیگه هم ما تو طلا میزنیم و تارگت های اینو میذاریم. تارگت های نقره من بر اساس مربع زمانی خدمتتون قرار دادم تو تایم ویکلی و تارگت های اصلی رو دیگه ما گذاشتیم و قرار دادیم. همین دوستان، این از داستان طلا و نقره و صحبتی که خیلی از دوستان درگیرش بودن و به نظر من واقعا زشته یه سری افراد به خاطر حالا اون منافع و موارد شخصی خودشون اینجور صحبتایی رو میکنن و همچین حرفا و همچین موارد بی اساسی رو میگن. نقره بسیار قشنگ رو مربع واکنش داده، میبینید واکنش قشنگی رو مربع داشته و خوشگل بوده. همین دوستان، مورد خاصی دیگه نیست، موفق باشید.